شما تو اوج قیام سوم ما میدید که اون مثل در تلویزیون مثل اون شهرام شارلاتان خود رضا پهلوی اساسا هر بیانیه‌ای بیرون میداد هی میگفت تمامیت ارضی برای ما خیلی مهمه، انگاری الان دشمن ما تجزیه طلب ها هستن یا کسانی هستن که میخوان ایران شقه بکنن در صورتی که اصلا وجود ندارن. ما اصلا در اتمسفر مبارزان ایرانی تجزیه طلب نداریم. ای کاش داشتیم. ای کاش در گیلان کسانی بودن که با جایش مبارزه میکردن، میخواستن گیلان رو از جمهوری اسلامی جدا کنن، بگن اساسا ما کالچورال فرق داریم، ما به طور کالچورال مثلا با سمنانیا فرق داریم، با قومیا فرق داریم، اساسا با جنوبیا فرق داریم. ای کاش جنوبیا بگن ما با شمالیا فرق داریم. ای کاش این مبارزات وجود داشته باشه. ما اصلا نداریم اینا رو. فریب دادن برای اینکه این مسائل به وجود نیاد. دستشانده ها یا مزدورانی رو شبیه الان اسمش